درمان فوری سرماخوردگی و عفونت شدید گلو. زمانی که سرماخوردگی و عفونت سراغتون میاد، سریع نرید سراغ قرص و مسکن. این ترکیب فوق‌العاده را استفاده کنید و از تاثیرگذاری شگفت زده بشید. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. مثل همیشه لایک یادتون نره. از ترکیب سیر و شیر استفاده کنید. چند حبه سیر رو رنده کنید داخل 1 لیوان شیر و بذارید که بجوشه. وقتی غل خورد از صافی ردش کنید، بذارید یه مقدار خنک بشه و 1 قاشق چایخوری بهش عسل اضافه کنید. بدید به فردی که سرما خورده یا عفونت شدید گلو سراغش اومده. آنن عفونت گلو رو تخلیه میکنه، اخلاط رو تخلیه میکنه و به درمان سرماخوردگی میپردازه. اگه مفید بود حتما پیج رو فالو کنید. 3 قلب قرمز برای دلگرمی من داخل کامنت ها قرار بدید.